آقا این محمودی هم بنده خدا دلش خوشه ها، فکر میکنه مشکل این 300 نفره. کجای کاری آقا؟ مشکل اون 25 میلیون نفره. یه زمانی میگفتن تا 1400 با روحانی، الان شدن 16 میلیون نفر. خدا هم میدونه چند تا از این 4 سالی باید بیاد و بره تا اینا بشن هیچ. البته دیگه عمر ما هم که رفته که معلوم نیست که ای بابا دلت خوش محمودی ها 300 نفر. ای کاش که مشکل این 300 نفر بود. این 16 میلیون نفرن که پدر ما رو در آوردن که کردن این 300 نفر رو کردن. اصلا ولش کن، خودت نگاه کنی متوجه میشی من چی میگم. ای بابا سیر نمیشن. چقدر میخوای؟ دم یه موقعی حالا اگر شاید در آینده پیش بیاد، نمیدونم انشالله که زودتر دست پای بعضیا جمع شه از این مملکت، ولی بیان بگیم آقا سر تاش یه 200-300 نفر هستن ملت، ما میخوایم از ملت اجازه بگیریم بابا 200-300 نفر هستن پدر ملت رو در آوردن، ما این 200-300 نفر رو ببریم یه جا بگیم بابا ما 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون 1 میلیارد میدیم بهتون، تو رو خدا کاری به کار ملت نداشته باشه. خسارتش کمتره.